Hey guys, it's Lenny here. Maybe it's Vinny here. No, it's not Lenny or Vinny. It's just me. من خیلی دارکم یا خودم حس میکنم خیلی دارکم. واقعا شروع کردن یه ویدیو برای اولین بار جلوی دوربین از سخت‌ترین کارهای ممکنه، مخصوصا برای منی که اصلا همچین تجربه‌ای ندارم و مقداری کمالگرا هم هستم. پرفکت، بهترین ترکیب ممکنه. میدونم شاید الان خودم رو نگاه میکنم خیلی بد باشه، نه با تو دوربین نگاه کنم، شما رو نگاه کنم. بچه‌ها ببخشید اگر که اینقدر قراره از من سوتی ببینین یا اینکه خوب نباشم خیلی، ولی خب بپذیرید منو با خوبی ها و بدی ها. خب میدونی فکر کنم الان خیلی نور بهتر شد. بهم بگین لطفا بچه، من واقعا تجربه ندارم. anyway دلقک بازی بسته و بریم سر اصل مطلب. داشتم میگفتم خیلی سخته برای اولین بار جلوی دوربین قرار گرفتن و خب من سعی کردم که با خودم مهربون باشم و فقط این قدم بردارم، چون شما نمیدونید که من چقدر وقته که میخوام ویدیوهای یوتیوبمو استارت بزنم حدودا یه قرنی میشه. الانم دلم میخواست برای اولین ویدیو که قراره بذارم توی چنلم یه ولاگ هفتگی باشه که فقط همیشه با هم دیگه چیل بکنیم و بریم جلو. اگرم شما چیزی دوست داشتین یا هر حرفی بود بعدم بهم بگین حتما. در طول ویدیو بهتون از خودم میگم، از کاری که خیلی دوست دارم توی چنل بکنم و اینا، راجع به همه اینا باهاتون حرف میزنم. اگه بخوام الان یه اطلاعاتی از وضعیت فعلیم بدم، اینه که الان از اسکیت اومدم و خسته و پاره و کوفتم. بچه‌ها من اومدم اینجا بقیه ویدیو بگم چون حس میکنم نور بهتره و احتمالا شما با من موافقین. بچه‌ها یکی از کارهایی که من خیلی دلم میخواد الان انجام بدم قبل از عید و خیلی وقت این فکرش افتاده تو ذهنم، رنگ کردن موهامه. من موهام حدود 2 سالی هست که همش که نه، ولی چند باری رفتم هی دکولوره کردم و اینا، آمبره کردم و موهام بلند بود، دوباره تابستون کوتاه کردم، دوباره رفتم بلوند کردم یا دکولوره کردم، نمیدونم کدوم اسم بهتریه. و الان گذاشتم موهام بلند بشه و قصد ندارم حالا نه کوتاهش بکنم نه دکولورش بکنم. برای همین من که گفتم خب موهای من که داره بلند میشه، این دکولوره ها داره هی میاد پایین‌تر، یعنی این قسمت روشن موهام هی داره میاد پایین‌تر. گفتم چه فرصتی بهتر از این که من الان رنگای فانتزی رو امتحان میکنم، چون حالا رنگای فانتزی رو امتحان نکردم و خیلی دوست دارم الان ببینم روی موهام چه جوری میشه یا به صورتم میاد یا نمیاد. من از خیلی قبلا یه رنگ دارم که اون رنگ رو خیلی دوستش دارم و اون رنگ شرابیه. از این شامپو رنگ ساژای موه، اگه موهاتون روشن باشه خودش اصلا رنگ میگیره دیگه. فکر کنم خیلی چیز ساده ایه، اصلا نیاز توضیحش بدم. الان حتما میگین که تو که گفتی موهاتو رنگ نکردی پس چه جوری از اینا داری؟ قبلا روی موهای تیره امتحان کرده بودم و خب میدونی که روی موی مشکی و خرمایی خیلی چیز جالبی در نمیاد. برای همین گفتم که برای اولین بار روی موهای دکولوره امتحان بکنم و مطمئنم رنگ خیلی خوبی میگیره. اما الان یه چالش خیلی بزرگی هست، اونم اینه که این تاریخ انقضاش برای 2021 بوده. یه 4 سالی میشه که از تاریخ انقضای این گذشته و من فکر میکنم که تو این 4 سال از این استفاده کردم و تاریخ انقضاش رو نگاه نکردم. اتفاق خاصی میفته اگه از شامپو رنگی تاریخ گذشته استفاده بکنم، نمیدونم واقعا. پس فعلا مجبورم که این داستان رنگو بذارم کنار تا بعداً برم یه رنگ دیگه بخرم. شایدم یه رنگ دیگه یا کلا انتخاب کردم شرابی نگرفتم دوباره و حتما از پروسش و نتیجهش و اینا حتما میذارم توی همین ولاگ. ولی فعلا بیاید بریم به بقیه کارا برسیم. بچه من دیروز که از کلاس اومدم داشتم براتون حرف می‌زدم، بعدش یه کلا قش کردم و هیچ کاری نکردم. الان امروز جمعه است و حاضر شدم که برم بیرون خریدامو انجام بدم. بزنید بریم. چه حسی داری تو اول ولاگم هستی؟ اصلا دوست داری تو ولاگم باشی؟ داری که آخر سال کنار منی. آخر سال؟ هنوز آخر سال نیست که. آخرین جمعه سال کنار منی. صابونه خریدم. Cheers. بیبی بیا تقدیم باش. بیبی بانوی من بعد به سالا دیدن انگوشتر منم دیدی. اومدم خونه سحر بچه ها خیلی معلوم شب اومدم خونه سحر اینو بخوابم. سحر دوستمه
بچه تازه قاب خریدم، قاب پلوانه‌ای خوشگل قشنگه نه؟ دوستش دارین؟ تازه انگشترم خریدم، انگشتر پلوانه‌ای. الان دیگه میتونم پر بزنم. الان رفتم موهامو شستم، سرمو شستم چون یه ذره جلوی موهام چرب شده و من موهام خیلی چربه و سری چرب میشه. الان با سر رفتیم موهامو شستم، بعد الان بریم رنگو بزنیم. یه چی بریم نمیگم؟ شواله نه تو آرایشگاه چی بهش میگن؟ نمیدونم. بیفو داره زیاد میشه. داره زیاد نمیشه، داری پخشش میکنی در واقع. شلوار پلوانی اینجوری دستم اینجوری بکنم تو هم پاش کن. 1 2 عباس اینجوری رنگ نمیگیره، کلشو باید رنگ کنی، اما لایه های زیریش باشه. من یادم نباش، من بلدم. من میگم بذار جلوام عزیزم خودم بلدم. نمیخوام. خودم عزیزم خودم بلدم. خودتو بسپار به من فقط. دوست دارم که امروز تو بسپاری به من. خب ببین الان نکن. با این اینجوری میکنم. ببین شبیه صورتی رنگ رفته شده. خب اینجوری رنگش در میاد. خب میمانم روش. بچه رنگش واقعا خیلی ناز شد، ولی چون رنگمون کم بود رنگش کامل نگرفت، ولی واقعا دوستش دارم و بهم میاد. نظر شما چی؟ ببین مثلا این زردا یه ذره زرد هنوز، ولی واقعا دوستش دارم. فهمیدم که در کل صورتی بهم میاد. اینجا یکم نور و اینا خوب نیست، خیلی خوب معلوم نمیشه. ما کارامونو کردیم، رنگامونو کردیم. بچه واقعا اینجا هم نور خوبه، اینجا شاید یه ذره بیشتر معلوم باشه. الان اومدیم یک گرلز نایت داشتیم، البته تا الان هم گرلز نایت داشتیم. الان اومدیم که فیلم ببینیم، میخوایم دابه ببینیم. دابه میخوایم فیلم ترسناک ببینیم دوستان. من که نمیترسم. سر تو میترسی؟ سهر که خیلی میترسه. من یارم اتاق قرار مامانم و دخترم هم بچه‌هاشون رو به من سپرده دادن چون الان سنشون کمتر بود. من رفتم ورودی، رفتم جیش کردم اومدم بیرون. یعنی حتی داخل هم نرفتی نه؟ اصلا رفتم دستشویی و اومدم بیرون. اول که وارد شدم مرد اینقدر خوفه بیای تو کفشتو رو در بیارید. کفشم رو در آوردم، پولم هم گذاشته بودم اون تو. کفشتو پوشیدی خدافظی کردی؟ بله خیلی رفتم جیش کردم. پس نگرفتی. پولم دادم تازه 280 ورودی. رفتم دستشویشم قرمز بود. صدای جیغشو خیلی میاد. من گفتم این صدای جیغی که نخونه سارا. گوشم گذاشتم طرفش از دوربین میدید. آیفون بچم سار. تازه یه بارم اینجوری خوشو کوبید به در من ریده بودم خیلی بد. واقعا خیلی داغونم. قشنگ 2-3 روزه که همینجوری همه چیز به هم ریخته است. یه ذره زندگیم از روتین خارج شده. مثلا بعد از کلی مدت یه ذره با آرایش خوابیدم. حالا آرایشی که میگم آرایش آنچنانی نیست، یه ذره کانسیلر و یه خط چشم کوچیک بوده و خوابم خیلی زیاد شده. خیلی تا دیر میخوابم. اتاقم خیلی به هم ریخته شده. خیلی کار دارم که انجام بدم، با اینکه الان کلاسام تموم شده. هم کلاس زبانم، هم اسکیتم، هم ورزشم، همش تموم شده الان فعلا. ولی خب برنامه دارم که خودم حتما تو خونه بقیه کارامو بکنم، یعنی هم ورزش کنم هم زبان بخونم. اما فعلا همه چیز خیلی از دستم خارج شده. اما اولین کاری که من میکنم وقتی که میخوام شروع به یه کاری بکنم، یعنی یه روتینی رو میخوام شروع بکنم، اولین کاری که میکنم اینه که اتاقم رو تمیز میکنم. فکر میکنم خیلی شبیه من باشه، یعنی اولین قدمی که باید بردارم اینه که اتاقم رو تمیز بکنم. بنابراین بیاید اتاق شلخته من تمیز بکنم. اما قبلش برم اول صورتم بشورم، مسواک بزنم، یه روتین پوستی انجام بدم، بعد برم سراغ اتاقم.
بچه‌ها این سرم همیشه تو روتین پوستی من هست. سرم هیالورونیک اسید اورئال، واقعا محشر، خیلی بوی خوبی داره و پرفکته برای مخصوصا برای منی که خیلی پوست خشکی دارم. واقعا خیلی جوابه. این جوش لعنتی یه عالم جوش دادم. یه عالم جوش دادم، نمیدونم چرا بمب زدم. چیزی نیست، نزدیک چهارشنبه سوریه. چیز بعدی که استفاده میکنم این کرم دوباره هیالورونیک اسید لورئاله. قبلا من از این خیلی داشتم، سومین باریه که دارم از این میگیرم، ولی قبلا خیلی فرمولاسیونش بهتر بود. یعنی الان ولی حس میکنم داره پوستمو چرب میکنه، اما خب مجبورم فعلا استفادهش کنم. میدونین بالاخره پول دادیم بابتش، فعلا استفاده میکنیم تا تمام بشه، ولی خب دیگه فکر نمیکنم از این بگیرم. خیلی خوبه ها، خیلی کرم خوبیه واقعا، خیلی آبرسانی میکنه، اما یه ذره چربه، یه ذره غلیظ شده، فرمولاسیونش یه ذره غلیظ شده. قبلا این شکلی نبود اونی که من داشتم. کرم شبش هم دارم، الان این برای روزشه. شبش هم دارم، شبش خیلی بهتره. شبش این یه ذره سبک‌تره و من خیلی بیشتر دوستش دارم، اما روزش خیلی سنگین و غلیظه. ابروام هم خیلی در اومده، باید تمیزش کنم، ولی حال نداره، پس مهم نیست. بعدی این لیپ بالمای نیوا که من خیلی واقعا دوستش دارم و وقتی که با خشکی لب داشت پدرم در میومد واقعا اینا خیلی کمکم کرد. و البته این رنگ دارشه، یه رنگ روشم نوشته بلکبری شاینه. خب بیرنگش هم دارم، بیرنگش این شکلیه و واقعا خیلی دوستش دارم. دوتاش هم خیلی خوشمزه هم خیلی خوشمزن، ولی خب من چون همیشه لبام یکم بیرنگی بشه بیرون روح میشم، سعی میکنم این رنگ دارش رو استفاده بکنم، ولی اصولا شبا اون بیرنگه رو استفاده میکنم. این کاریه که اصولا همیشه بعد از شستن صورتم و آرایشم انجام میدم، اما خب الان چون جوش زدم از این ژلای ضد جوش دارم که خیلی قدیمی شده، خیلی دلم یه ژل ضد جوش جدید میخواد که بهتر و قوی تر باشه. این حس میکنم یه ذره کیفیتش پایینه و اونجوری که من میخوام جواب نمیده. موهام خیلی به نظر چرب میاد، ولی واقعا انقدر چرب نیستش. دیروز دقیقا همین مدلی بستم موهامو، این چسبای مو زدم از اینا، برای همین خیلی الان اون حالت چرب و استیکی مانند داره. واقعا اینجوری نیستش که مثلا از کثیف بودن بخواد این شکلی چرب شده باشه. میدون جنگ باشه، وارد میدون جنگ شد. سوال پیش اومده باشه که این سطل چیه بچه‌ها؟ این سطل زباله اتاق منه. بعد صدام اکو میشه. خب الان یکم ظاهرش رو تغییر بدم چون خیلی ظاهر جالبی نداره دیگه. به نظرم شیپش خیلی شیپ باحالیه ها، اما چه خوشگل ترش کرد. و از اونجایی که من عاشق نخ کنفی هستم، من توی دکور چیزای کنفی، حصیری، چوبی خیلی دوست دارم، به خصوص چوبی، و عاشق این نخ کنفی ها هستم. با این نخا
میخوام با چسب تفنگی بچسبونم دور این ظاهر خوشگلکی میگیره. کلا ما چون خونمونو تازه عوض کردیم، من هنوز درگیر یه ذره دکور کردن اتاقم و چیدن یه سری وسایلام. تو هر خونه که آدم میره یه چالش تازه‌ای داره، یه سری چیزا جای مشخصی نداره، یا مثلا یه سری جاهای خونه یه سری نقصا داره و اینا که اونو باید برطرف بشه و تا برطرف بشه خب تایم میبره. منم که خدا رو شکر استاد عقب انداختن کارام. سطل رو من برعکس میذارمش که از ته شروع کنم. این سرشو من قیچی میکنم. خیلی تند و تیزی تو پسر، داری شرمندم میکنی. آخه امکانات من یکی دوتا هم نیستش که. پس تفنگی ما از اینا نداره، از این بیلبیلکه چیه؟ از اینا نداره. از پشت باید اینو فشار رو بدی تا چسبش بیاد بیرون و این یه ذره سرعت کار ما رو میاره پایین. میدونی چی میگم؟ خیلی خوشگل شد، من خودم دوستش دارم. فقط دستشو باید سایز کوچیک‌ترش و باریک‌ترش رو بگیرم چون ضخیم بود خیلی جالب نمیشد. بهار بیرونم اومده. 10 9 8